پردرآمدترین شغل‌ها معمولاً خسته کننده ترین شغل‌ها هستند و ممکنه که نخواهید بشنوید. ولی این یه حقیقته و خیلی از این مشاغل تقریباً همیشه بازار خوبی دارن. چون اکثر مردم حتی از وجودشون اطلاعی ندارن. اطلاعی هم داشته باشن خیلی فرق خاصی نداره چون حال و حوصله انجامشون رو ندارن. پس بهم اجازه بدید 5 تا شغل از راه دور رو به شما معرفی کنم که ممکنه شما رو خیلی خسته کنه ولی قطعاً حساب بانکی شما رو پر میکنه. و بهترین بخش قضیه اینه که هر کسی سراغ این موقعیت‌ها نمیره چون رسیدن به موفقیت تو این زمینه‌ها نیاز به صبر و حوصله داره. پس اگه آدم با حوصله و پول دوستی هستید پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید تا با این 5 شغل جذاب آشنا بشید. مورد اول ساخت و معرفی اپلیکیشنه. شاید همین اول کاری فکر کنید که خب من که برنامه نویسی بلد نیستم و نمیتونم اپلیکیشن بسازم. ولی باید بگم سخت در اشتباهی. تو زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که شما برای ساخت اپلیکیشن به هیچ دانش برنامه نویسی نیاز ندارید. در واقع یه سری سایت هستن که با تمپلیت های مختلف اپلیکیشن های آماده در اختیارتون میذارن و شما با هزینه کردن یه مقدار پول میتونید اونها رو بگیرید و راحت ازش استفاده کنید. شما تو هر زمینه‌ای که بخواید میتونید اپلیکیشنتون رو بسازید و در اختیار بقیه بذارید تا دانلود و نصبش کنن. حالا چطوری میتونید ازش پول در بیارید؟ کلاً روش‌های زیادی برای پول درآوردن از اپ‌ها وجود داره که یکیش تبلیغ اپ و بالا بردن کاربرای اپلیکیشنتون برای گرفتن تبلیغات در اون برنامه‌ایه. شما خیلی راحت بعد از ساخت اپلیکیشنتون میتونید اونو داخل بازار یا مایکت و گوگل پلی انتشار بدید و به راحتی مخاطبای زیادی به دست بیارید. علاوه بر این شما میتونید اپلیکیشنتون رو به یه فروشگاه کامل مثل دیجیکالا یا تورپ تبدیل کنید و محصولات خودتون رو داخلش به فروش برسونید. در هر صورت ایده ساخت اپلیکیشن یکی از کارهاییه که بازار خوبی داره و میتونید شانستون رو داخلش امتحان کنید. این ایده نمره 8 از 10 رو میگیره چون نیاز به دانش خاصی نداره و با شبکه‌های اجتماعی و بازار میتونید اپلیکیشنتون رو به مراحل خوبی برسونید. فقط یکم تو بالا بردن کاربرا مشکل هست که اونم با شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام کار خیلی سختی نمیتونه براتون باشه. مورد دوم یه مهارته. مهارتی که اگه خوب بلد باشید هر جا و هر وقتی باشه شما رو به درآمدهای بالا میرسونه. کسی که این مهارت رو بلد باشه اصلاً رو زمین نمیمونه و همیشه و همه جا میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. اینستا، یوتیوب یا توییتر فرقی نداره. اگه شما بلد باشید اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی رو بالا ببرید میتونید هر کاری که دلتون میخواد بکنید. در حال حاضر یه پیج 10,000 تایی از یه مغازه معمولی تو جای خوب شهر بهتره و شما میتونید ازش درآمدهای بالا کسب کنید. یاد بگیرید چطوری تولید محتوا کنید و پیج‌های شبکه‌های اجتماعی رو بالا بیارید. شما اگه این مهارت رو بلد باشید بهتون قول میدم تو سال 1404 میتونید درآمد بیشتر از ماهی 50 میلیون تومان داشته باشید و سالتون رو متفاوت جلو ببرید. تولید محتوا و پیج بالا آوردن مخصوصا تو اینستا و یوتیوب کار زمانبر و خسته کننده ایه. ولی اگه انجام بدید و یه بار برای همیشه یاد بگیرید به شدت درآمدهای بالایی رو تجربه میکنید. میتونید استخدام شرکت‌های مختلف به عنوان ادمین بشید که حقوق ادمین‌های سطح بالا و خوب بیشتر از 20 میلیون تومان ماهیه. یا میتونید پیج رو در زمینه‌ای که خودتون دوست دارید رشد بدید، محصول بفروشید و یا تبلیغات بگیرید. نگران اینم نباشید که کارتون بخوابه. در طول این سالها که شبکه‌های اجتماعی وارد زندگی مردم شده هیچ وقت از مد نیفتاده و همیشه جزء جدایی ناپذیر این چرخه بوده. در ضمن الانم به خاطر وجود کاربرهای زیاد توی این شبکه‌ها رشد کردن نسبتاً راحت‌تر شده و شما میتونید همین الان تو حوزه‌ای که دوست دارید وارد این عرصه بشید. خیلی هم نگران موضوع نباشید که چه موضوعی باید انتخاب بکنید. هر موضوعی یه سری علاقه‌مند داره و فقط سعی کنید الگوریتم شبکه‌های اجتماعی مختلف رو بلد باشید و تولید محتوای خلاقانه انجام بدید. این ایده هم نمره 9 از 10 رو میگیره چون نسبت به ایده قبلی کمی راحت‌تره و هیچ هزینه‌ای براتون نداره. همین الان شروع کنید و بدون وقفه در موردش سرچ کنید. بهتون قول میدم چند ماه دیگه این مهارت رو راحت میتونید یاد بگیرید. اگه شما هم دوست دارید سال 1404 سال رویایی براتون باشه و از لحاظ مالی یه تکون حسابی بخورید حتما چنل رو سابسکرایب کنید. ما تو این چنل فرصت‌ها و ایده‌های مختلف برای به درآمد رسیدنتون رو معرفی می‌کنیم و اگه می‌خواید از بقیه جا نمونید حتما با ما همراه باشید.
تو ویدیوی بعدی میخوام بهتون 6 تا مهارت معرفی کنم که اگه بلد باشید به هیچ عنوان به بی پولی نمیخورید. پس اگه به اون محتوام علاقه دارید سابسکرایب کنید تا ما رو گم نکنید. مورد سوم، فروش یک محصول در سایت یا پیج اینستاگرامتونه. شاید براتون جالب باشه ولی یه پدیده نوظهور داریم که توی کمپین‌های فروش به شدت غوغا کرده و اونم فروش فقط یک محصول از محصول‌های ضروریه. فروش دیگه یه مهارت تخصصی محسوب میشه و شما اگه بلد نباشید تو خیلی از جاها لنگ میمونید. اگه دوست دارید تو شبکه‌های اجتماعی یه فروشگاه داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم اول با یک محصول شروع کنید و تولید محتواتون حول محور اون یک محصول باشه و بعد اگه خواستید محصولات دیگه هم اضافه کنید. نیچ کار کردن باعث میشه شما متمرکز باشید و مشتریای دست به نخ پیدا کنید. این یک محصول باید طوری باشه که حداقل 80% مخاطبای اون موضوع به اون وسیله نیاز داشته باشن. مثلا اگه در حوزه حیوانات میخواید کار کنید و فروشگاهتون در مورد گربه هاست، میتونید فقط اسکچر موجود کنید و مطمئن باشید بعد از یه مدت به شدت مورد استقبال قرار میگیره. یا تو حوزه کفش، فقط کفشای آدیداس یا نایک. و یا مثلا اگر مخاطبتون خانم‌های خانه‌دار باشن، میتونید مینی واش هایی که همین الان تو تلویزیون تبلیغش هست رو بفروشید. فقط باید دقت کنید وسیله‌ای که انتخاب میکنید ضروری باشه یا حداقل یه نیاز مشترک باشه که اکثر کسایی که مخاطب اون حوزه هستن رو شامل بشه. تو این زمینه شما یکم تو تولید محتوا احتمالاً دچار مشکل میشید. به خاطر همین بهش نمره 7 از 10 رو میدیم، چون یه مقدار سخت‌تره و پیدا کردن محصول احتمالاً خیلی براتون طول بکشه. ولی اگر راهش رو یاد بگیرید به هیچ عنوان بی پول نمیمونید. مورد چهارم، فروش آموزشه. تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که هیچ چیزی مهمتر از آموزش وجود نداره و هر کسی به یه نحوی داره در مورد اون چیزی که علاقه و نیاز داره آموزش میبینه. آموزش تمام دنیای ما رو گرفته و اگه شما یه چیزی بلد باشید قطعاً کسایی هستن که به اون علاقه دارن و دوست دارن یاد بگیرن. پس بیایید چیکار کنیم؟ چیزهایی که بلد هستید رو یاد بدید. خیلی سختش نکنید. این بلد بودن میتونه از بازیای پاسور مثل حکم باشه و یا تا سخت‌ترین چیزش که تعمیر کامیون‌های سنگینه. هر چیزی که بلد هستید رو جمع‌بندی کنید، یه دوره بسازید و به صورت آنلاین بفروشیدش. نگران خریدارم نباشید. وقتی کسایی هستن که آموزش تعمیر کولر و یخچال رو میخرن، قطعاً آموزش‌های دیگه هم میخرن. پس نگران نخریدن و مشتری نباشید. نگران اینم نباشید مثلا من آموزش اینستاگرام بلدم ولی مدرس زیاده. هر کس آموزش مختص به خودش رو داره و اگه شما درست و اصولی آموزش بدید حتما خریدارهایی خواهید داشت. فقط آموزش خودتون رو تکمیل کنید و خیلی ساده و روان به بقیه آموزشش بدید. هر کدوم از ما تو بدترین حالت ممکن 2 یا چند چیز رو بهش علاقه داریم و خیلی چیزا در موردش میدونیم. بهتر همون رو جلو ببریم و تکمیلش کنیم و شروع کنیم به بقیه آموزشش بدیم. این ایده نمره 8 از 10 رو میگیره چون بازار آموزش داغه و آموزش خوب پول خوبی هم داره. یه نکته هم بگم، اگه هیچ موضوعی نیست که بتونید آموزشش بدید و چیزی بلد نیستید، برید یک مهارت یا حرفه رو آموزش ببینید و بعد همونو به دیگران آموزش بدید. مورد پنجم، ساخت یه چنل یوتیوب و تولید محتوا تو این حوزه است. یه مسئله در مورد یوتیوب بگم، تبلیغات تو این حوزه به شدت بالا رفته و خب به خاطر شرط قیمت دلار خیلی هم دارن وارد این حوزه میشن. ولی عموماً کسایی که وارد یوتیوب میشن نگاه منطقی به یوتیوب ندارن و با سختی‌هاش آشنا نیستن. یوتیوب رو باید مثل یک شغل بهش نگاه کنید و دست کم نگیریدش. یوتیوبر شدن و پیشرفت توی یوتیوب بدون برنامه‌ریزی و هدف درست خیلی سخته. یوتیوب یه شغل بلند مدت و نسبتاً سخت محسوب میشه که اگه موفق بشید واقعاً میتونید کارهای بزرگی بکنید. برای یوتیوب باید در روز حدوداً 5 یا 6 ساعت وقت بذارید و بازم تاکید میکنم حتماً بهش به چشم یک شغل نگاه کنید. درآمد یوتیوب اگه خوب کار کنید و مدام تولید محتوا کنید قطعاً توی ایران میصرفه و یکم که پیشرفت کنید میتونید اتفاقای خوبی رو رقم بزنید. فقط دقت کنید که موضوع مناسبی داشته باشید و همیشه نظم سرلوحه کارتون باشه. ایده یوتیوب با توجه به سختی و بلند مدت بودنش نمره 8 از 10 رو میگیره.
این 5 مورد کارهایی هستن که درسته براتون احتمالاً خیلی خسته کننده باشه، ولی بهتون قول میدم حساب بانکیتون رو پر میکنن و زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنن. یادتون نره اگه میخواید سال مالی متفاوتی داشته باشید، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوی بعدی که روی تصویر میبینید رو حتما ببینید.